بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم که راجع به لوپ یا حلقه و انواع حلقه صحبت کنیم. وقتی ما لوپ میگیم، پروگرام های قبلی رو ما شما دیدیم که در ابتدا پروگرام های رو کار کردیم که در اونجا به شکل ساده پروگرام ها کار میکرد. بعدا باز پروگرام های را در نظر گرفتیم که در اونجا شرط داشتیم، یک دو یا چندین شرط را داشتیم و به خاطر حل از او ما شما از اف و سویچ استفاده کردیم. حال میخوایم در این فصل روی لوپ صحبت بکنیم. وقتی ما لوپ میگیم به این معناست که بعضی اوقات نیاز میشه که تا ما پروگرام ما برای چندین بار در داخل پروگرام بادی پروگرام برای چندین بار تکرار شود. البته حتما شرط خواهد داشت. وقتی میخوایم که بادی پروگرام برای چندین بار نظر به شرط انجام شود یا تکرار شود، ما از اینمی حالت به نام لوپ یاد میکنیم. در کل ما 3 نوع دستور داریم، دستورهای حلقوی یا بیانی های حلقوی که یکی به نام وایل، دیگه به نام دو وایل و دیگه به نام فار یاد میشه. هر 3 تا دستور یا بیانیه را شما میتوانید به خاطر لوپ کردن پروگرام استفاده بکنید. اما خصوصیات و مشخصات هر 3 دستور با هم دیگر متفاوت است. ساختارهای متفاوت داره و به اشکال مختلف کار میکنه. در قدم اول میخوایم که یک پروگرام با وایل کار بکنیم و بعد باز ببینیم که ساختاری عمومی ازی چه قسم میباشه. خب در اینجا اول بیم که ساختار خود سی را در نظر بگیریم و بعد باز میشه که روی لوپ صحبت بکنیم. خب میفهمیم که وقتی ما شما یک پروگرام سی پلاس پلاس نوشته میکنیم باید اینمی ساختار داشته باشیم. لوپ وقتی میگیم، وایل وقتی میگیم، وایل در کل اینمو یک ساختار داره. به این معناست که خود وایل به حروف کوچک نوشته میشه. هر شرطی که داشته باشیم شرط باید دی قسمت جا به جا شود و دی قسمت بادی خود لوپ میه یا بادی وایل میه. یعنی به معناست وایل تا وقت را اینمی بادی را تکرار میکنه تا وقتی که شرط درست باشه. هر وقتی که شرط به فالس انجامی یا نادرست شد در اون صورت بادی باز تکرار نمیشه. یک مسئله دوم ایست که ما شما وایل از جمله دستورهای حلقوی پری تست یاد میکنیم. پری تست بین که مثال کار کنیم و بعدا باز مسائل واضح تر میشه. میخوایم با وایل یک پروگرام را کار بکنیم که از 50 تا 200 قیمت بگیره. وقتی ما این گپ میگیم که از 50 الی 100 قیمت بگیره، به این معناست که ما قیمت ابتدایی و قیمت نهایی خود داریم. یک متحول معرفی میکنم به نام طور مثال x و میگم که قیمت میگیره از 50 و دی قسمت در قسمت کندیشن میم شرط خود میگذارم که تا وقت لوپ ادامه بکنه که قیمت کوچکتر و یا هم مساوی به 200 باشه. خود چه کار کنه تا این وقت؟ تا این وقت میگیم که برای ما پروگرام لوپ شود ولی برای ما اینمی قیمت ها را نشان بده. کدام قیمت ها را؟ قیمت هایی که در x ذخیره میشه و بالاخره سیمیکالن میگذاریم. و یک مسئله دیگه اینجا که مهم است و او را به نام انکریمنت و دیکریمنت میگه که اینجا اینمی حالت زیده به نام انکریمنت میگه. به این معناست که ما در پروگرام خود وقتی هر بار لوپ اجرا میشه، بادی پروگرام اجرا میشه، واضح است که قیمت از 50 میگیره و به طرف 200 میره. x پلاس پلاس به این معناست که هر بار با قیمت قبلی یک عدد یک اضافه شود. بار اول 50 رو نشان میده، باز یک با اضافه شود 51 شود، 52 53 بالاخره تا به 200 برسه. وقتی که 200 شد باز 201 نشان نده، چرا که شرط به همین شکل است و پروگرام ختم شد. پس یک دفعه پروگرام خود رن میکنیم. برای ما میگه که پروگرام باید اول سیو شود، یک نامه برای میدیم و این سیو میگیریم. بعدا ببینیم که
نتیجه پروگرام ما چی میشه. میبینیم که اینجا از 50 شروع میشه قیمت ها، 51 52 بالاخره به 200 میرسه. و اگر خواسته باشیم که اینمی قیمت ها رو به شکل رو یا سطر نه بلکه به شکل کالم نشان بده، باز بکسلش این در نظر گرفته به این معناست که به سطر بعدی بعد از هر دیسپلی کرسر انتقال بکنه. در اینجا میبینیم که قیمت بازم از 50 گرفته میشه، از 50 قیمت گرفته میشه تا 200 ادامه میکنه و فرق بین هر دو قیمت مشاهده میکنیم که در حقیقت چی است؟ به اندازه یک. خب حالا اگر من خواسته باشم که در این قسمت x++ باز بگیرم، معنی اینطور میده که فرق بین عدد اول و عدد دو به اندازه دو باید باشه. باز پروگرام خود رن میکنم، میبینم که مثلا 151 میمانه، 52 54 56. اینمی حالت، اینمی تفاوت بین عدد اول و عدد دو ما به نام چی هم یاد میکنیم؟ به نام استپ. یعنی تفاوت بین قیمت اول و قیمت دو چی باشه؟ به اندازه x++ باشه، یعنی دو به اندازه دو تفاوت داشته باشه. ما به خاطر که را آسانتر بسازیم بعضی اوقات نیاز میشه که تفاوت بین قیمت اول و قیمت دو به اندازه 10 باشه. ما دیگه نیاز نیست که x++ 10 بار نوشته بکنیم، با جای از این میشه که ساده تر ایره بسازیم، میگیم که x جمع 10، یعنی هر بار با x قیمت چی شد؟ به اندازه 10 اضافه تر شد. پروگرام خود اجرا میکنیم، سعی کنیم 50 60 70 80 90 بالاخره 190 و 200 به ما نشان میده. چند مسئله که بسیار مهم است در قسمت ما او را در نظر بگیریم. اگر ما بر یک لحظه اینمی قسمت لوپی از این قسمت انکریمنت از این آف کنیم، شما ببینید که پروگرام در نتیجه چی را نشان میده. ببینید که پروگرام ادامه میکنه و اینمی 50 را ببینید برای ما نشان داده رایست. پروگرام اینمی حالته که پروگرام ختم نمیشه و تنها 50 را به ما نشان میده. اینمی حالت از این را به نام انفینیت لوپ یاد میکنه. انفینیت لوپ وقتی ما میگم انفینیت لوپ یعنی لوپی که انتها نداره. متوجه ازی باشیم که لوپ به شکل نشه. ولی میشه که سوال شد که چرا به شکل میایه؟ به خاطر ازی که ما در اینجا قیمت گفتیم که از 50 بگیره و این قیمت تا 200 ادامه بکنه. در اینجا وقتی 50 رو نشان میده این اینکریمنت نشده، اونمو یک 50 هست و این باز تکرار میکنه، باز تکرار میکنه، باز تکرار میکنه. هیچ وقت در حقیقت اینمی 50 51 نمیشه، چرا در اینجا پروسه اینکریمنت صورت نگرفته. این مسئله رو باید متوجه باشیم که اینمی اینکریمنت بسیار مهم است که باید زیاد ما نروه، یا اگر دیکریمنت داشتیم که بعدا روز صحبت خود کردیم. یک مسئله دوم رو ما گفتیم که وایل از جمله دستورهای پری تست است. پری تست به این معنی که در اول قبل از اینکه اینمی بادی را اجرا بکنه چه کار میکنه؟ اول شرط خود چک میکنه. اگر شرط درست بود اجرا میشه و اگر شرط نادرست بود اجرا نمیشه. طور مثال ما اینجا میگیم که 201 میگم پروگرام از 201 قیمت بگیره و تا 200 و هر بار که قیمت نشان میده به اندازه یک، مثلا اینجا میگیم که به اندازه x++ باید باشه. خب حالا وقتی ما پروگرام خود رن میکنم پروگرام اجرا میشه، برای ما اینجا هیچ نتیجه رو نشان نمیده. چرا نتیجه رو نشان نمیده؟ به خاطر از این نتیجه رو نشان نمیده که قیمت به شکلی است که نادرست تنظیم شده. از 200 قیمت بگیره 201 و تا وقتی که 200 نشده و هر بارم قیمت به اندازه یک اضافه شد. پس این شرط ما نادرست است. وقتی شرط نادرست است اتومات میگه که بادی اجرا نمیشه. اینمی حالت به نام پری تست یاد میکنه. اما اگر ما بیایم به طور مثال 198 بگیرم و باز بگم که پروگرام اجرا کو، پروگرام اجرا میشه، قیمت 98 99 و 200 به ما نشان میده، چرا که در اینجا بادی درست شد. پس اینمی حالتی که اول شرط چک میکنه و بعدا بادی اجرا میشه به نام پری تست یاد میشه و ما وایل گفتیم که از جمله دستورهای حلقوی پری تست میباشه. میایم به یک مسئله دیگه. میشه که ما اینجا قیمت به شکل
افزایش داشتیم. از 198 شروع میشه، 99 میشه، 200 میشه و بالاخره پروگرام اند میشه. حالا میشه که بعضی اوقات ما قیمت برعکس داشته باشیم. مثلا میگیم که از 200 قیمت بگیم طور مثال و تا وقتی که قیمت چند نشده 100 نشد، اینجا باز این علامه را به این شکل میگیریم و این را قسمت میگیم که اندکسینگ باشه. فعلا اینکریمنت نشد بلکه دیکریمنت میشه. یعنی چی معنی؟ هر بار که پروگرام اجرا میشه به اندازه یک واحد یا یک عدد ازی کم میشه یا کاسته میشه. پروگرام خود اجرا میکنیم و بالاخره ببینیم که از 200 قیمت میگیره و طرف پایین میه 104 103 102 101 بالاخره وقتی به 100 میرسه پروگرام ختم میشه. یعنی در وایل شما میتونید قیمت طور مثال از 1 به طرف 20 به طرف بالا ببرین به شکل سودی و هم میشه که به شکل نزولی باشه. به امید ازی که موضوع رو فهمیده باشین و از وایل بتونین به شیوه های مختلف ما شما استفاده کنید.